سلام و عرض وقت بخیر. با یک وارشتاک دیگه با شما هستیم. این وارشتاک رو شروع میکنیم به یاد هوادار از دست رفته داماش مصطفی فرزانه که هفته پیش از بینمون رفت و حالا با هم چون برنامه ضبطی بود تو برنامه قبلی نتونستیم اشاره به این قضیه بکنیم، هرچند که به احترام این هوادار و هوادارانی که عزادار این دوستمون بودن توی اینستاگرام و تلگرام اون لینک این برنامه رو دیگر منتشر کردیم. علی جان تو هم سلامی داشته باش تا برسیم به روال طبیعی وارشتاک رو. من سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان برنامه وارشتاک، همه هواداران داماش. منم فوت مصطفی فرزانه عزیز رو خدمت خانواده‌اش و دوستاش و آشناش تسلیت میگم و امیدوارم که دیگه همچین غمی نبینیم. همچنین. خب علی جان بریم روال عادی وارشتاک رو شروع کنیم. به هر حال ما سعی میکنیم که حرفه‌ای باشیم و یک سری مسائل رو به صورت تفکیک شده بهشون بپردازیم. علی جان هواداران میان استادیوم؟ والله حالا یه سوال دیگه هم دارم. بازی از شبکه وارم پخش میشه؟ من برم بس سوال دیگه کلا هفته چندان کشتیم نومیم چندانیم با هر هفته یا میپرسن که بازی از هفته اول دیگه که اون اتفاقات افتاد. ببین یه کاری میتونی بکنی، مثلا برو تو این گروه اگه تنظیمات چیزی داره یه سری کلماتو کلا محدود کن کسی نتونه بگه. نه میفرستم یه ربات می‌نویسم برای لوکارم برنامه‌نویسی ایناست دیگه. هر کسی در مورد مثلا هوادار نپرسید یا جواب یک سرکی نوشت کلمه پخش یا شبکه بارون کلا از گروه نگاه کن. بگم اخیراً یه سری از دوستانی که اومدن پرسیدن هوادار تیم رقیب هستن، اومدن پرسیدن خب اون که خاطر سوالشون طبیعیه. فکر می‌کنم که خب واقعا مثلا شبکه استانی یاد این بازی رو پخش می‌کنه. بنده خدا خبر نداره که اینجا چه وضعیتیه، ولی هواداری خودمون چه به حال بعضی خب نمیرسن بیان همه بازی رو ببینن، باید از یه جایی ببینن، ولی خب بعضا اصلا براشون سخت هم هست در این حال که از فیلد شگن و این چیزا استفاده کنن بیان لایو ببینن. حالا از این صحبت‌ها که بگذریم، این هفته کلی دیگه سر تا سر حاشیه بود دیگه، یعنی از اول تا آخرش حاشیه، هنوزم توی حاشیه هستیم و حالا حاشیه رو بهش میرسیم، ولی قبلش برسیم به بازی با مثل شهر بابک توی شهر بابک کرمان. بعد از اون برسیم به این حاشیه‌ای که به هر حال به وجود اومده و هنوز هست. خب در مورد بازی با مثل شهر بابک ببین حقیقتا ما بازی رو اونطور که باید شروع نکردیم، یعنی داشتیم فقط دفاع میکنیم، بازی بی هدف داشتیم میگردیم، اونا راحت اول کار به گل رسیدن. بعد یکم حالا وقتی به اواخر نیمه دوم رسیدیم کم کم بازیمون بهتر شد، ولی به حال نیمه اول همچنین نیمه دوم دوباره توی غافلگیری گل خوردیم، ولی بعد نیمه دوم تیم واقعا به خودش اومد. یعنی ببین ما اوایل فصل میگفتیم که تیم نیمه دوم کم میاره، مثلا بدنش کم، الان قشنگ نشون دادن که شاید به لحاظ بدنی به اون آمادگی رسیدن. تو خارج از خونه توی چمن مصنوعی هم بود، به هر حال خوب تونستن بازی برگردن. حالا شاید بعضیا بگن هر دو گل اون ضربات خارج از چیز بود، یعنی در بین بازی روال بازی نبود، حالا که کاشته بودیم که پنالتی بود، ولی خب به هر حال موقعیتایی بود که تیم ساخت. در مجموع خوبه دیگه. الان مثلا تو دو بازی گذشته کادر فنیمون عوض شد و 5 تا گل زد. حالا هر جور باشه ما با تمام ضعف آماده سازی و حالا یه خورده ضعیف بودن ترکیبمون به نظر من خوب به بازی برگشتیم و یه اشتباه خب ناشیانه شاید بتونیم بگیم توی لحظه آخر رو کلا مدافعمون به هر حال از اول فصل اشتباه داشتن، هنوزم دارن دیگه. حالا اون پنالتی که بود واقعا پنالتی هم به نظرم بود، حالا شده از هر حرفی و متاسفانه بازی رو واگذار که میتونستی اولی امتیاز خارج از خونه‌مون این فصل بگیریم که نشد. ولی خب قسمت مثبت بازی این بود که تیم به بازی برگشت، تیم اون جنگیدن رو نشون داد. حالا شاید به خاطر اینکه خیلی از بازیکن‌ها تعویض اجباری هم که قرار داشتیم، جدا از اون و اینکه خیلی از بازیکن‌ها به روال بازی تو چمن مصنوعی عادت داشتن حالا از اصول قبل و شاید براشون از این لحاظ راحت‌تر بود. در هر صورت این شایسته تحسینه که تیم اینطوری جنگید، ولی حالا به حال سر اتفاقات فوتبالی آخرین لحظه کم آورد.
یه نقطه این دیگه بگم، یکی از بازیکنایی که به نظر من تو دو بازی اخیر واقعا خودشو یه جورایی داره خوب نشون میده امیرحسین یوسفیه. حالا تو بازی با خلیج فارس که گل مساوی ما رو زد، پایه‌گذار برتریمون شد. اینجا که وقتی تعویضی اومد، کاشته‌ای که مشتاق بیشتر تبدیل گل کرد و یوسفی فرستاد. یه گل یه پاس گل تو دو بازی آمار خوبیه و به نظر من اگه بخواد روال ادامه بده در ادامه بیشتر ازش میشینیم. علی، من توی گروه‌های مختلف و توی شبکه‌های اجتماعی مختلف که می‌خوندم در مورد همین بازی خاص، هوادارامون یه انتقادی که به تیم داشتن این بود که تیم وقتی گل دوم رو زد و بازی مساوی شد عقب کشید و این جنگندگیش رو انگار نداشت و هواداران معتقد بودن که همین قضیه باعث شد که ما گل سوم رو بخوریم. حالا اولا که تو چنین چیزی رو قبول داری یا نه، و دوم این که به نظرت این مثلا تاکتیک تیم بود یا اینکه نه اصلا بازیکنان خودشون از نظر روحی عقب کشیدن؟ من به نظرم شرایط بازی بود. در واقع شاید تیم شهر بابک مثلا چون اونجوری انتظار نشه به اون شکل بازی مساوی بشه، خب دیگه فشار رو بیشتر کنه. وقتی خب فشار زیاد میشه تیم میره توی دفاع طبیعی و به نظر من نتیجه‌ای که در این شرایط ما میتونستیم تو بازی بگیریم نهایتا شاید همون مساوی بود و باید اونا حفظ میکردیم و اگر هم تاکتیک این بود شاید اشکال نشه. حالا میتونستیم سر کامبک و اینا، یعنی ضد حمله و اینا شاید یه کامبکی بزنیم گل بزنیم، ولی خب فشار تیم مصر بود که در نهایت منجر به اون اتفاق و لحظه آخری شد. تیم اونقدر که باید خیلی طولات دفاع نرفت، ولی خب اونا تو زمین خودشون طبیعتاً زورشون میچرد. خب این بود در مورد بازی قبلیمون. فکر نمی‌کنم حالا نکته خاصی داشته باشه غیر از اینکه این مسیر رو بازیکن‌ها در یک سفر نورکوپولویی حالا رفتن و اومدن، مخصوصا اومدنشون که خیلی مورد انتقاد بازیکن‌ها قرار گرفت. 20 ساعت 21 ساعت توی اتوبوس بودن و از همونجا توی اتوبوس استوری گذاشتنشون شروع شد که ما با این وضعیت نمیتونیم ادامه بدیم و فلان این حرفا، که همین اتفاق مصادف هم شد با این تغییرات مالکیتی که 29 گویا آقای زحمتکش یک نامه‌ای زدن که من توان تیمداری ندارم، حالا توی جای مختلف هم منتشر شده، توان تیمداری ندارم، میخوام تیم منحل بشه، اصلا نمیخوام تیمداری کنم. که فرداییش آقای الماسقاله یک نامه زدن به آقای آرمان که آقا چنین اتفاقی افتاده، اگر بخواد مثلا ایشون تیمداری نکنه تیم سقوط میکنه به 2 رده پایین‌تر. اتفاقاتی که افتاد دارم میگم و حالا هر جو شما سلام میدونید یک اقدامی بکنید که همون 30 روی جلسه گذاشتن و در واقع این مالکیت رو اجرای انگار انتقال دادن به آقای نعیمی پور و آقای نعیمی پور هم اومد تو یک جلسه با بازیکنان کادر فنی خودشون معرفی کرد و صحبت‌های اولیه رو داشت، تیم رو به نوعی تحویل گرفت. آقای جوانبخش آرمان و آقای قربان علی الماسقاله هم که به عنوان به ترتیب رئیس ورزش و جوانان و رئیس هیئت فوتبال گیلان تو اون جلسه حضور داشتن و به نوعی این جریان رو تایید کردن. هوادارا از این ماجرا خیلی خوشحال بودن، داشتن چی به خوبی پیش میرفت. یعنی من روز مثلا اول و دوم آبان رو دارم عرض میکنم. همون زمان حالا 2 تا اتفاق افتاد. یکی این که این 2 تا نامه‌ای که 29 و 30 زده شده بودن توی یک سری از شبکه‌های اجتماعی داماشی منتشر شدن که خودش جای علامت سوال ایجاد میکنه. 2 یک سری سایت‌ها و رسانه‌ها در سطح ملی اومدن به این قضیه پرداختن و یه جوری انگار روال ماجرا رو برعکس نشون دادن که در واقع مالکیت انجام شده، بعد حالا داما شاهد منحل شده. چنین چیزی منتشر شد. این یک فرق قضیه بود. یک فرق قضیه هم که حالا گویا مالک قبلی یک سری حالا بحثا و حالا نمیخوام قضیه رو باز کنم با هیئت فوتبال و اداره ورزش و جوانان داشتن و این بحثا گویا هنوز ادامه داره. این اتفاقاتی که افتاده، حالا نظری اگر در این مورد داری که بگو که حالا همه چی تو شهر آرالی خواب
در مورد حالا برگشت تیم از بابا شهر بابا خب میدونی که تیم با چند تا ماشین از چند تا مسیر رفتنش نمیدونی همینجوری واقعا امیدوارم دیگه حالا همچین اتفاقی نیفته. ما شنیدم مثلا غذایی هم که براشون تهیه کردن در حد نون و پنیر رو میشه اصلا دیگه در شأن یه تیم لیگ یکی نیست. حالا نون و پنیر تامین کردن که جالبه، مثلا اون بازی نمیدونم شما در جریان هستین دوستانی که جلسید بازی با شهرداری آستارا مثل اینجا بازیشون تموم شد باختن فلان بهشون شام ندادن گفتن برگردید چه رشت اونجا چنین اتفاقی افتاده بود. منظورم حالا چیز دیگه اصلا جریان مربوط به این بازی نبوده و اینکه خب وقتی خب توان تیم داری نداره خب دیگه منحل کردن چیه، مثلا از ادامه مسابقه انصراف دادن. فکر کنم این شاید به قول خودش شاید تنها راهی بود که شاید میتونست از بدهی‌ها و اینا شانو خالی کنه، ولی خب اونجوری که میخواست پیش نره. آره بدهیاش ولی خب تصفیه کنه هر جوری که آره و اونطوری که انتظار داشتن پیش نرفت و احتمالاً حالا اون بدهی‌ها از همون هزینه‌ای که باید برای دادن پروانه باشگاه این چیزاست باید کم بشه. حالا علی جان من نمیدونم تا این لحظه اصلا پروانه برای آقای نعیمی نیومد، این خودش در حاله از ابهامه. البته این برنامه رو ما غروب قراره منتشر کنیم، یعنی الان که صبح چهارشنبه است ما قرار غروب چهارشنبه این رو منتشر کنیم، ولی ظهر قراره بریم استادیوم ازودی و اونجا با آقای نعیمی پور هم صحبت کنیم که آقا وضعیت بالاخره به کجا رسیده، که تو این برنامه طبیعتا نمیتونیم بهش اشاره کنیم ولی خب در خبرهای جداگانه حتما به این قضیه اشاره خواهیم کرد. واسه اینکه خب آقای نعیمی پور هم که اومد و یه نشستی داشت بر معارفه و برنامه‌های خودش رو تا حدودی گفته. حالا اول کاری ما همیشه دیدیم توی سالهای اخیر وقتی مالکین میان خب وعده‌های خوبی میدن آدم امیدوار میشه. ما باید مدت زمانی بگذره که بخوایم در مورد چیزی قضاوت بکنیم. فعلا چیزایی که از دور و بر آدم میشنوه اینا حالت مثبت و امیدوار کننده داره، باید ببینیم در ادامه چی میشه. من فقط امیدوارم روال مالکیتی، روال مدیریتی تیم در ادامه طوری باشه که در شأن باشگاه داماش باشه و ما دیگه مرتب هر هفته شاهد حاشیه‌های جدید، رفتارهای عجیب جدید این چیزا نباشیم. تیم واقعا بیشتر از هر چیزی با تمام اتفاقاتی که افتاده تیم و هوادار نیاز به آرامش داره که مسابقات رو با نتایج خوبی طی کنه و دیگه اصلا این حرفای اضافی این چیزا نباشه. ما بیشتر از هر چیزی به آرامش نیاز داریم، یه نفر باشه که درست مدیریت کنه، با شخصیت مدیریت کنه و امیدوارم حالا فعلا چیزایی که میشنویم مثبت ببینیم در ادامه چی. علی جان حالا یه حرف از نظر من عجیب و غریبی هم توی حالا تمرینا شنیدیم که آقای نعیمی پور میگن اون جلسه معارفه‌شون هم گفتن که تیم باید 55 امتیاز بگیره و بره برای صعود. حالا چرا من میگم عجیب و غریب؟ از این جهت که اولا اینکه این تیم 55 امتیاز بخواد بگیره کار سختی همین تیم بدون تقویت و حالا بدون هیچ اتفاق خاصی توش که تا تقویت هم میخواد انجام بشه به هر حال هفته‌ای میگذره. اگر قرار باشه همین امروز تیم تقویت بشه تا بخواد اون تغییرات صورت بگیره هفته‌ها میگذره. دوم اینکه اصلا 55 امتیاز بخواد گرفتن بشه با این 5 امتیازی که داریم مثلا به معنی صعود نیست. یعنی ما بازی‌های خیلی بیشتری داریم، هر بازی میانگین 2 امتیاز هم برای صعود اگه لازم باشه ما با گرفتن 55 امتیاز به اون میانگین نمیرسیم و احتمالش خیلی کمه. حالا به عقیده من و خیلی از هوادارا صحبت به خاطر این بوده که اصلا تیم فرمش تغییر کنه، اصلا این نگاهش به بازی‌ها تغییر کنه، وگرنه اون که در واقعیت فقط چنین اتفاقی بیفته فکر نمی‌کنم حتی خوشبینانه ترین هوادارمون هم چنین نظری داشته باشه. نظر تو در این مورد چیه؟ خب طبیعتاً با استارتی که ما زدیم با ابزاری که داریم فعلا خیلی اصلا دور از واقعیتی که بخوایم شانس صعودی بر خودمون قائل باشیم. تو شاید البته ببین اتفاقای غیر ممکن ترم تو فوتبال افتاده، شاید درصد خیلی کمی احتمالش باشه، ولی خب منم نظرم همونه که این حرفا زده شده تا تیم مثلا انتظارات خودش رو پایین نیاره، بگن حالا ما فقط یه نتایج حداقلی بگیریم که بتونیم توی لیگ بمونیم، هدفش موندن نباشه، هدفش نتیجه خوب باشه و نظر من بیشتر هدف همه باید بگیم صعود که خب رتبه خوبی بیاریم. فعلا این تیم ابزار صعود به اون صورت نداره. حالا شاید نمیدونیم نیو فصل میخوان
چه تغییراتی ایجاد بکنن. حالا خیلی هم اگر بخوام خیلی از بازیکن‌ها دیگه فتح کنن خیلی جدید بیارن که کلا هزینه‌های مازادی میشه. و هزینه به کنار اصلا دیره واقعا. این فصل اتفاقاتی هم که واقعا دیره. باید ببینیم تا نیم فصل باید ببینیم. من این چی میگم اصلا در بهترین حالتش هم مثلا ما بریم قهرمان نیم فصل دوم میشه. فایده نداره با این وضعیتی که توی نیم فصل اول داشتیم. سخت. خیلی خوبه، کلاس کار رو بالا میبره، کلاس تیم رو بالا میبره، ولی اینکه تصور کنیم آره این تیم مثلا قهرمان میشه یا بیشتر ببینید من انتظاری از مدیریتی تیمی که دارم مدیریت میکنم اینه که چنین روالی طی کنه. ولی خب حالا شاید اگر از اول فصل شاید از زمان نقل و انتقالات تیم در اختیارشون قرار میگرفت واقعا میتونست تیم رو به اون سطح ببره. الان یکم سخت شده و فعلا شدنی نیست، ولی خب باید هدف گذاری روی این باشه که بهترین نتیجه ممکن. حالا تو در میان کلامت گفتی، حالا اینو اگر هوادارا در جریان نیستن اینم من بگم این وسط که گویا حالا با توجه به اینکه نفرات مختلفی مطرح بودن برای مدیریت باشگاه، گویا آقای نعیمی پور خودشون میخوان باشگاه رو مدیریت کنن، یعنی فعلا حداقل قراره که به این شکل باشه، چیزی که اعلام کردن. به نظر ببینیم چی میشه. به نظر من برای برد فعلی احتمالاً تصمیم درستری باشه، چون داره کارش رو استارت میزنه. حالا قشنگ با شرایط آشنا بشه و اینا قضیه مدت مدیریت کنه، بعد آدم مورد اعتماد خودش رو بتونه بیاره که اون شخص هم بتونه از پس مدیریت باشگاه بر بیاد. فعلا به نظرم تصمیم ببرید. خیلی بریم یک استراحتی بکنیم و با بازی داماش مقابل پارس جنوبی جم برگردیم. خب علی جان دوباره برگشتیم، قراره که در مورد بازی داماش در مقابل پارس جنوبی جم صحبت کنیم. فکر می‌کنم مهمترین چیزی که شاید ذهن مخاطبان ما رو مشغول کرده باشه اینه که کادر فنیمون در مقابل این تیم کیه. خب آقای نعیمی پور قبل از اینکه بیان مالک تیم بشن تیم رو تحویل بگیرن گفتن که من کادر فنی خودم رو دارم، هر چی مدیر فنیم یا اون حالا مدیر آکادمیم آقای جلالی پور بگن من تابع همون هستم. اما ماجرا گذشت و الان انگار چنین نظری ندارن، انگار مثل اینکه مثلا میخوان چند بازی به علی نظر محمدی فرصت بدن. حالا نظر تو چیه در این مورد؟ حرف دارن در این مورد؟ تو نظر خودت رو در این مورد بگو. ببین خب مسلماً موقعی که سیامک فرهانی داشت میرفت بخوایم نظر هواداران اون موقع بررسی بکنیم هیچ کی شاید موافق اومدن علی نظر محمدی نبود به خاطر حالا اتفاقات گذشته و واقعا در واقع غیر فنی. آره ما اصلا در مورد فنیشون صحبتی نمی‌کنیم. ولی خب به هر حال ایشون اومدن آره سکان بوده گرفتن 2 تا بازی هم تا حالا مونده، بعد 2 تا بازی حالا یه انتقال مالکیت انجام گرفت. اولا که به لحاظ فنی و اینا بخوایم حساب بیاریم، بخوایم بعد 2-3 بازی یه نفر رو خب بعد مربی مد نظر خودمون رو بیاریم، کلا باعث سردرگمی فنی تیم میشیم، کلا حاشیه بیشتر میشه و اینا. به لحاظ اخلاقی هم بخوایم بگیم حالا یه نفر اومده 2 تا بازی بعد دوباره برش دادن اصلا صورت خوشی نداره. بعد شاید به قول یه سریا یه تصمیم نادرست بود که گرفته شد، ولی درستش اینه که با این تصمیم فعلا ادامه بدیم. شاید اگه مثلا همون موقع که آی فرهانی داشت میرفت همون موقع یه نفر آدم دبه نمی کرد و همون موقع تیم واگذار میشد، شاید آی نعیمی میتونست کادر فنی خودشو بیاره و بعدها دیگه در این مورد ما شاهد مثلا تغییراتی نباشیم، حتی مثلا بهانه که مثلا کادر فنی من نبود نباشیم. ولی به حال اتفاقی که افتاده حالا فعلا هم تو این 2 بازی ما یه پیشرفت محسوسی هم تو بازی تیم دیدیم. به نظر من تصمیم درست اینه که به ایشون هم فرصت بدیم. اگه ما تونستیم به آقای فرهانی 6 هفته فرصت بدیم، به نظرم وقتی حالا تو این 2 بازی یه پیشرفت محسوسی تو بازی تیم هست باید بذاریم که کادر فنی کار خودش رو بکنه، ببینیم تا کجا میتونن پیش برن. بعد اگه واقعا به یه جایی به بنبست رسیدن دیگه اون موقع به فکر تغییرات باشم. و فعلا من حقیقتا موافق تغییر کادر فنی نیستم، به نظر اصلا عقلانی نیست در این شرایط. بهتره که همینطوری ادامه. خب داماش هم که با این شکستی که داشت 16 و 17 جدول شد آره، و با فارس جنوبی بازی داریم که 6 جدول با 13 امتیاز. که البته خب حالا بازیمون توی رشت. نظرت در مورد این بازی چیه؟
خب ببین پارس جنوبی 4 تا بازیشو تا اینجا برده، 3 تا رو باخته، یکی مساوی کرده. بعد 3 تا بازی اولشون کلا برده بود. بعد این تیم به تیمای باخت، مثلا استقلال مولاسانی رو باخت، مثل شهر بابک رو تو خونه بد باخت 3-0. یه دونه هم تو خونه دوباره به شهر راز باخت. ولی خب به هر حال تیمی که ابزار خوبی داره و حقیقتا یکی از مدعیای اصلی حالا مربیشون رو میدونیم که آقای روانخواه، ما با آقای روانخواه سر بازی نیروی زمینی داستان داشتیم حقیقتا و فکر نکنم بسیاری خوش آمد خوبی به ایشون بگی. حالا پارسال هم که فکر کنم هفته آخر بود تیمشون با شهرداری آستارا بازی داشت، دوباره یه صحنه جنجالی داوری پیش اومد به نفع تیم آقای روانخواه و سرمربی وقت آستارا آقای بنگر کلا مثلا اینکه دیگه اعتراض اینا کردن، بازی نیمه تمام موند. در حال این داستانی که در مورد تیم ایشون بعضی وقت ممکنه پیش بیاد و کادر فنی ما، نفرات ما باید حواسشون باشه به اتفاقات درون زمین. و جدا از این به هر حال داماش در مقابل هر کسی بخواد خونه بازی کنه یه خود بازیش با اون چیزی که ما بیرون از خانه بعضی وقت می‌بینیم خیلی ضعیف و آسیب پذیر فرق داره. حقیقتاً من یه برد خفیف رو می‌بینم با توجه به اینکه جو کلی تیم مثبت شده، با توجه به اینکه اون جو سمی که ایجاد کرده بودن فعلا از بین رفته و تا حدودی فعلا وضعیت امیدوار کننده است. من میتونم یه برد خفیف رو ببینم، مثلا در حد 1-0. اگرم نشد به نظر من تیم نمیبازه، مگر اینکه حالا مثلا اون اتفاقات عجیب غیر فوتبالی بیفته که امیدوارم نیفته. به نظر من ما اگه استقلال مولاسانی تونست ببریم، اگه شهر بابک اینا تونستن ببرن، ما میتونیم ببریم و چیز نشده. اگه ببریم خیلی اوضاع ملاحظه جدولی بهتر میشه. واقعا این بازی هم بخوایم امتیاز از دست بدیم، خیلی از اون بازی بعدی هم خارج از خونه است با چادر ملوی که جزء صدرنشیناست رتبه اول. و واقعا بازی سختیه و این بازی هم حتی سخته ولی خب ما از پسش به نظرم برمیاد. این امیدواری من دارم. نتایج پارس جنوبی رو داشتم بررسی می‌کردم. حالا خودت هم اشاره کردی تیمیه که زیاد مساوی تو کارش نیست، یعنی یه وانساری یا میبره یا میبازه. حالا ما هم تا حدی اینجوری بودیم دیگه، البته ما مساوی ما بیشتر بود. من به شخصه احساس می‌کنم که برد پرگل خواهیم داشت، یعنی نه اینکه اختلاف گلمون زیاد باشه، بازی پرگل واضحا می‌بینیم مثلا خلیج‌پور. آره من چنین نتیجه‌ای رو پیش بینی می‌کنم. چرا؟ چون که دفاع ما متأسفانه هنوز سوتی میده، ولی خب ما از جو خونگیمون میتونیم استفاده کنیم و گلای بیشتری بزنیم. من احساس می‌کنم که بازی پرگلی بشه. احتمالش از میگم با توجه به اون قضیه دفاعمون آره، ولی خب باید اونا اونقدر دفاعشون آسیب پذیر باشه که ما بتونیم گلایی که خوردیم و جواب بدیم، مثل بازی خلیج‌پور. و این بازی نیست که ما بخوایم زیاد توش سوتی بدیم. باید بزنم من خیلی حواسش باشه. والا نتیجه قطعی رو فکر کنم بهش. من فکر می‌کنم 3-1 ماچ. من سعی می‌کنم رو همون یکیش نگه دارم. بعضی وقت ببین من کلا موافق بازی دفاعی به قول بعضی اتوبوسی و نیستم، ولی یه جایی به بعد دیگه وقتی نتیجه مد نظرتو گرفتی اگه درست دفاع کنی من فکر نمی‌کنم، ولی فکر نمی‌کنم داماش همچین تیمی باشه، داماش همچین ابزاری فعلا. آره من فکر می‌کنم که میریم مثلا سر 3-1 4-2 چنین چیزی. واقعا ما 4 تا میزنیم. می‌بینم من چنین چیزو می‌بینم. تو گفتی چی؟ 1-0 به نظر من میشه بشه، ولی خب با توجه به ضعف دفاعیمون یه خورده سخت. خیلی خوب. آنیه نه میبریم ولی فکر نیم باخت. خب چند 1-0. خیلی خوب. این در مورد کل اتفاقاتی که در این هفته افتاد، سر و صداهای محیطی ما اینجا زیاده. کاش دوباره بریم اون سیستم فیلم برداری در شب. علیرضا خود نظرتون نگفتین، نظر در مورد این انتقال مالکیت و نفرات جدیدی که اومدن چی؟ ببین انتقال به نظر من از این نظر که این پتانسیل رو داره که بدهی‌ها رو صفر کنه و این مریضی مثل داماش خوبه به نظرم. یعنی به شرطی که به صورت قانونی بدهی‌ها رو بخوان صفر کنن که در واقع آوردم اینجا سر صدای بیرون نیاد. به صورت قانونی بخوان این بدهی‌ها رو صفر کنن که داماش حداقل بدهی نداشته باشه فارغ از هر نتیجه‌ای. ولی اینکه واقعا عیار یک مالک در چه حدیه
از الان واقعا سخته بشه نظر داد و من نمیتونم چنین نظری بدم. اما حداقل چیزی که در مورد این مالک به نسبت مالک قدیمی میتونم بگم اینه که احساس میکنم که در برخورد، در آداب اجتماعی، در یه سری پایه ها، بیسیک های اجتماعی، من احساس میکنم که آدم موفق‌تر و عملکرد بهتری داره. دقیقاً نظر من اینه که ما بیش از هر چیزی که حالا بخوایم به یه آدم مثلا ابر سرمایه دار این چیزا فکر کنم، ما یه آدم نرمال هم داشته باشیم کافیه. واقعا یکم مثلا رفتار تو همین دیگه یک حداقل جواب یه سری عملکرداش، یه سری کاراش اینا نرمال باشه، آدم بگه خب داره همین روال رو طی میکنه، آدم مرتب فکر نکنه خب این الان چرا همچین کاری کرد، واقعا یه کار سوال برانگیزی کرد، نرمال باشه کافی. البته حالا علی جان، من در حد کلاس و نام داماش رفتار کنه. علی جان البته من این رو بگم، هنوز ایشون کنفرانس مطبوعاتی نذاشتن، یعنی اون جلسه معارفه بود، کنفرانس مطبوعاتی نبود. حالا اگر شد امروز، اگر نشد بعد از بازی، ما سعی می‌کنیم که گفتگویی با ایشون داشته باشیم، به هر حال حالا یا اختصاصی یا با عموم رسانه‌ها ازشون بپرسیم حالا شما هدفتون چیه از ورود به فوتبال، اصلا دوست دارید، می‌خواید سرمایه‌گذاری کنید، سود ببرید، برنامه‌تون چیه؟ حقیقتا باید ببینیم برنامه بلند مدتی دارن یا نه. به خاطر همین میگن من نمیتونم اظهار نظر کنم، میگم برخوردی خب بله انسان موجهی هستن، ولی خب انسان موجه بودن دلیل بر این نیست که مالک خوبی بشه. حتما هم اوایل کارم میخواد با هر کی صحبت کنیم میگم برنامه بلند مدت دارم، استادیوم درست می‌کنم، خیلی خب میاد یه حرفایی میزنه، حالا باز زمان ثابت کنیم، ولی خب باید یه سری چیزا از خودشون نظرم بشنویم و در ادامه از عملکردشون ببینیم. فعلا چیزایی که دور و برش این میشه خالصای مثبت ببینیم. خب برنامه رو به پایان رسوندیم. یک بار دیگه جا داره که یادی کنیم از مصطفی فرزانه که فکر می‌کنم هوادارانم برنامه‌های روز جمعه برای ایشون داشته باشن، به هر حال به یاد ایشون. و چه خوبه که ما هوادارا تا زمانی که هستیم هوای امر رو داشته باشیم. هممون ببین، همه هوادارا داشت عضو خانواده بزرگیم، همه اونایی که هوادار ثابتن روی سکوان، حقیقتا میگم برای من نقش برادر بود و این مثل این که یک برادری رو در این مسیر از دست دادیم و هرچند ممکن تک تکشون رو نشناسیم، با تک تک از این برخورد نداشته باشیم، ولی کاملا این حس برام قابل درکه برام. اینم و امیدوارم خدا به خانواده‌شون سر بود این ایام خیلی سخت. آره ای کاش می بود و در حال شرایط رو به رشد داماش رو هم میدید، نشد که اینطور بشه. امیدوارم به پایان این فصل پایان خوشی باشه تا آره هممون خوشحال. ممنونم از شما که شاهد این برنامه بودید. تا فرصتی به دیداری باید صدا میگه.